سلام بچه های عزیز، من شما رو خیلی دوست دارم. ایشالا عیدتونم مبارک میگم. ببخشید خیلی فیلم و اینجور چیزا نمیذاشتم، ببخشید. اومدم امروز باهاتون بازی نکنم، اومدم بهتون توضیحات و معرفی این خانومی که اینجا هست بهتون توضیحاتی بگم. بریم. 3 2 1 برو. بچه ها، اینجا ما داشتیم که با هم صحبتمون رو میکردیم، میگفتیم با هم دیگه. بچه ها، ایشون ربات مگان هست که هوشمندانه ترین و سریع ترین رباتی که من تا حالا دارم بهتون الان توضیح میدم. کسایی که مثلا زیر 13 سال هستن و بالای 13 سال هستن با غیر قابل قبول باید به این فیلم نگاه کنن. خودشم فقط نبایدم با ترس نگاه کنیم به این فیلم، چون که من خودم الان 9 سالمه نگاه کردم، خیلی قشنگ بود. حالا نظر خودتون رو میگم بچه های عزیز، من فقط خودم رو نمیگم. بله، خودتون هر نظرهایی که خودتون تو این فیلم دیدین و تو این فیلم میخواین آزمایش کنین و تحقیقمون رو از این بررسی کنیم. پس بیاین بریم. بچه هم ایشون مگان هست که الان عکسش رو با هم دیگه اینجا دیدیم. این دختر اسمش کیدیه. این دختری که پیش مگان نشسته اسمش کیدیه. اون پدر مادرش رو از 10 سال قبل از دست داده بود و الانم خیلی ناراحت بود. اون مؤدب منظم بود. اون خالش که اومده بود خونه خالش ناراحت و غمگین بود. خالش که دیدین ناراحته، منظور خالش هم اینه. خالش هم اینه. ایشون خانوم جما. بله، اسمش جماه. جما کار. جما یک رباتایی از کوچیکی درست میکرد و عادت کرده و کارش هم همینه. ایشون ربات رو درست کرده و الانم عاشق مگانه. وقتی که جما دید که کیدی ناراحته، اومد این ربات مگان رو بهش درست کرد و به این ربات 37 ساعت طول میکشید. هر روز 37 ساعت طول میکشید که این ربات رو درست کنه. بله، شب وقتی که میرسید شب ساعت 10 و صبح ساعت 4 صبح کار میکرد و هر روز اینو ادامه میداد و آخر سر مگان یک ربات هوشمندانه و باهوش و کارمندانه. ولی این یه مشکل داره که یواش یواش هوش مگان از دست میره. هوش مگان یک سیستم داره که همیشه رفته که آدم ها باهاش بدرفتاری میکنن، اونم باهاشون بدرفتاری میکنه. حالا ببینیم مگان چرا اینطوریه. برای اینکه چند تا صحبت‌های فراوان و صحبت‌های خیلی گرامی یا به این دختر آسیب برسه، دختری که کیدی آسیب برسه، مگان هرگز خودشو از اون دور نمی‌کنه، همیشه با کیدی میشه و فقط با کیدی فقط وقتی میگذرونه، همیشه باهاش میشه. بله، بذار الان بهتون نشون میدم بچه. این معرفیه که همیشه دوست داشت با کیدی بازی کنه و اما مگان یک مشکل اعتراضی داشت که همیشه با کیدی بود و الان اینجاشو میبینی. هنوز درد داره؟ لطفاً بهم بگو چی شده؟ موضوع اینه که هر روز تو این خونه عجیب و غریب از خواب پا میشم و یادم میاد پدر و مادرم فوت کردن. هر لحظه از زندگیم دلم براشون تنگ میشه، اونم بعد از اون همه وقتی که با هم میگذروندیم.
وقتی یه روز داشتم به عکس مامانم نگاه میکردم به نظرم خیلی شبیه غریبه ها بود. بله خیلی منظورم اون نیست، خیلی شبیه بود. من ندیدم و نمیشناختم و نمیدونم. و بریم بقیه. برام یکم از مامانت بگو، یه چیزی که خوشحالت میکنه. آها یعنی یادم اومد بچه‌ها، میگن چیزایی که خیلی خاطر است و توی جایی که الان خودش نشون میده رو نگه میداره و بعضی اوقات که بچه‌ها ناراحت میشن یا کیدی ناراحت میشه بهشون نشون میده تا احساساتی بشه. نمیتونم به چیزی فکر کنم. تلاشتو بکن. اون یه بار یه سوسک از تو کیفم پیدا کرد. کلی عصبانی شد چون ساندویچمو نخورده بودم. بله. یهو از شدت ترس بالا و پایین پرید و جیغ جیغاش کلی خونه رو گرفته بود. بعدش کلی خندیدیم. باعثه پس این خاطره که هرگز فراموش نمی کنی. منظورت چیه؟ یعنی جاش پیش من محفوظه. اون یه بار یه سوسک از تو کیفم پیدا کرد. کلی عصبانی شد چون ساندویچمو نخورده بودم. یهو از شدت ترس بالا و پایین پرید و جیغ جیغاش کلی خونه رو گرفته بود. بعدش کلی خندیدیم. هر بار که خواستی یه چیز خاص از خانوادت برام بگی، یه چیز خنده‌دار یا غمگین یا هر چیزی جما هر شب گفتم چند ساعت زحمت کشید تا این مگان خانوم هوشمند رو درست کنی. بیا برام تعریف کنی، چون پیش من جاش امنه و هر وقت که بخوای با هم بهش گوش میدیم. حتی آهنگم میخوند بچه. Just reach out and you'll see a friend is never very far. Tell me your dreams, I will dream them too. خیلی خوشحالم که بالاخره تونستم تو رو پیدا کنم. بله الان که با همین فیلم رو دیدیم بی‌نظیر بود. چرا وای نمیسته؟ بله بچه من خیلی خوشحال هستم که با هم اینجا هستیم و با هم داریم خوش میگذرونیم. همیشه هم شما رو دلم میبینم. تحقیق امروز من به واسمون کافیه. بای بای بچه های خوشگل.